لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حدیثی را که خواندم یکی از آداب زندگی را برای ما تعلیم میدهد، آدابی که هر لحظه ما با او ضرورت داریم. آدابی از خانه بیرون شدن. ام سلمه یکی از امهات المؤمنین، زنان رسول الله صلی الله علیه وسلم، این حدیث را روایت می کند. می فرماید هیچ وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم از خانه ما بیرون نشدن مگر این که چشمانشان را به طرفی آسمان بلند می کردن و می گفتن، این دعا را می خواندن: اللهم اینی اعوذ بک، یا الله من به تو پناه می برم از چی؟ ان اضل، این که گمراه شوم. ان اضل، این که من گمراه شوم، از خانه بیرون میشم و به بیرون میرم تو چیزی نه واقع نشوم که من گمراه شوم. او اضل، یا این که گمراه کرده شوم، شخصی دیگری سبب گمراهی ما شود، به تو پناه میبرم از این. او ازل او ازل، یا این که در گناهی واقع شوم یا در گناهی واقع کرده شوم، شخصی دیگری مرا در گناه واقع کند. او اظلم او اظلم، یا این که من ظلم بکنم، تعدی و تجاوز بکنم بالای شخصی، یا این که بالای ما تجاوز کرده شود، شخصی دیگری بالای ما تجاوز کند، بالای آبرو و عزت ما، بالای نفس ما، بالای خون ما، یا این که ما بالای آبرو و عزت شخصی دیگری تجاوز کنم. او اجهل او یجهل علی، یا این که ما اعمال اهل جاهلیت را، اعمال اهل جهل و مردمای نادان و احمق را انجام بدهم، یا شخصی دیگری اعمالهای احمقانه را بالای ما انجام بدهد. کسی را مسخره کنم، کسی را فحش بگم، کسی را تمسخر کنم و کسی دیگری بالای ما مسخره کند، کسی دیگری بالای ما فحش بگوید، از اینها همه به تو پناه میبرم. شما ببینید دعا اینقدر مختصر و بسیار زیاد زیبا است که انسان از خانه خود که جای امن است، جای حفاظت است و جای که انسان از همه چیز محفوظ است، به بیرون می رود، خطری همه چیز است. خطری هلاکت نفسش است، خطری دشمن است که بالای از این تجاوز کنه، خطری حیوانات است که بالای از این تعدی بکند، خطری عزیز که شخصی بیاید ای را گمراه کند و سبب گمراهی شود، و خطری عزیز که ای خودش سبب گمراهی شخصی دیگری شود و نفس خود در گمراهی باندازد. خطری عزیز که ای با شخصی روبرو شود، در جار و جنجال گیر بیاید، با او فحش بگوید، او بالای از این فحش بگوید، و همه چیز توقع است که انسان از خانه بیرون میشه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم یک دعای مختصر و زیبایی را به ما تعلیم دادن تا این که به الله تعالی پناه ببریم از شر این همه بدیها و این همه گناه ها، به الله تعالی پناه ببریم که الله ما را نجات بدهد. یکی از دعاهای مختصر و زیبایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم دادن در وقتی بیرون شدن از خانه
این دعاست: بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. دعا در سنن اربعه، سنن ترمذی، سنن نسائی و غیره کتابای حدیث دیگری موجود است. از انس بن مالک رضی الله عنه روایت شده. این دعا کلمات مختصر ولی نهایت مهم. بسم الله، به نام الله. سفری ما ابتدا از خانه که شروع کردم به نام الله شد و کمکی ما از الله. از الله کمک میخوام. بسم الله بابری استعانت هم. ابتدا سفری خود از خانه به نام الله شروع کردم و از الله کمک میخوام در این سفر خود. و انسان به الله در تمام زندگیش ضرورت داره که بدون الله و بدون کمک الله زندگی خود پیش برده نمیتواند. داخل شدن، خارج شدن، خواب کردن، خیستن، رفتن، عبادتی را انجام میدهد، به جای میرود به قضای حاجت، در تمام احوال به الله ضرورت داره. از الله کمک میخواد. توکلت علی الله، بسم الله توکلت علی الله. جمله بعدی اعتماد من، توکل من بر الله تعالی است. این شخص از خانه که بیرون میشه خود به الله میسپارد. الله را حفظ میکند. الله اینا از همه شرور نگاهش میدارد. توکلت علی الله. اگر از خانه بیرون شدم نفس خود به الله سپاریدم. لا حول ولا قوة الا بالله. نیست هیچ مانعی، نیست هیچ طاقتی که مرا از گناه منع کند بجز الله تعالی. و نیست هیچ قدرت و قوتی که مرا توفیق بدهد، مرا وادار بکند که من عملی نیکی را انجام بدهم بجز الله تعالی. یعنی طاعات ما به توفیق الهی ضرورت داره. اجتناب ما از معاصی و گناه به حفاظت الله تعالی ضرورت داره. اگر حفاظت الله تعالی نبوده باشه ما با قدرت خود نمیتوانیم که از گناهان بچ شویم و از گناهان خود را نجات بدهیم. اگر توفیق الهی همراه ما نبوده باشه ما هیچ عملی خیری را انجام داده نمیتوانیم. پس در هر حالت ما به الله ضرورت داشتیم و داخل شدن خانه، بیرون شدن خانه، خوابیدن، از خواب بیرون شدن، داخل مسجد رفتن، از مسجد بیرون شدن، به تشناب می روی، از تشناب بیرون می شوی، سفری می روی، از سفری دوباره واپس می شوی. در تمام حالت به الله ضرورت داریم و خدا به الله بسپاریم تا اینکه الله ما را درست حفاظت بکند. و شخصی را که الله حفاظت کند دیگر همه قدرت های جهان علیه از او استاد شود نمی توانند ضرری را به او برسانند.